سلام، وقت شما بخیر. امروز اومدیم با یه آموزش قشنگ از این کارهای زیبا براتون درست کنیم. بدید برای بچه هاتون که بازی کنن با این. خیلی قشنگ، خیلی زیباست. فارام اینا چی میگم فارام؟ فیجت. چی نیاز داریم؟ بادکنک نیاز داریم. حالا مثلا بادکنک مشکی داشتیم، از بادکنک مشکی استفاده میکنیم. یه دونه قیف نیاز داریم، یه دونه قاشق و اصل داستانمون آرد. همین آردی که میتونن نونوایی بگیری خیلی راحت. من سریع براتون کار انجام بدم به خاطر اینکه تایم ویدیومون کوتاه بشه. آخر کار میاین چیکار میکنین؟ میاین قسمتی که بالای بادکنک قشنگ گرهش میکنین. بعد اینکه گرهش زدین قیچی میکنین. اینا رو بستگی به سلیقه خودتون داره دیگه. بیشتر قیچیش کنید که چیزی نمونه. و اینم یه ابزار جدید برای بازی بچه ها.